دیدم کل شهر دقیقا همینجوره، پر از خونه‌های فاضلابی و پر از خونه‌های تمیز. من خونه‌های تمیز رو نورانی می‌دیدم، مثل یک چراغ خیلی قوی توش روشن و نقطه‌های نورانی می‌دیدم و این نقطه‌های نورانی با شعاع‌های نور به هم وصل بودن، مثل اینکه ما میگیم لن با یک فیبر نوری، با یک چی بگم اسمش، با یک شعاع‌های نور خیلی زیبا، نه این نوری که مثل نور اینجوری، نه، نور مشخص به هم وصل بودن، توی شبکه بودن و اونها توی شبکه دیگه بودن که با سیاهی به هم وصل بودن و این خونه روشن از این خونه روشن انرژی می‌گرفت، این خونه روشن از این خونه روشن انرژی می‌گرفت و همه اینها به هم وصل بود. من مثل اینکه از فاصله می‌گرفتم از شهر، کل شهر رو مثل اینکه مثلا از هواپیما داری بالا سر شهر تو شب رد می‌شی، نقطه‌های نورانی می‌دیدم و همه این نقطه‌های نورانی به هم وصل بودن و همچون فاصله می‌گرفتم شهرها رو دیگه مثل یک نقطه نورانی می‌دیدم. بعضی این شهرها خیلی نورانی، بعضیشون اصلا تاریک بود. نورانی خیلی خیلی کدوم شهر نورانی ترن کجا؟ نه ولی همون فاصله می‌گرفت تهران مثلا تاریک به همون، نه به همون 7-2 شاید یکم بیشتر، 7-3 7-4 نورانی به ظلمت داشت، یعنی 7 تا تاریک 3 تا نورانی و به هم وصل بودن، همه به هم وصل بودن و من فاصله گرفتم از تهران دور شدم، کل کره زمین رو دیدم و که میگم اون کره زمین اول اینات بعد شد یک نقطه کوچیک، خیلی کوچیک و کل کره زمین رو دیدم و از نفرت صدایی که میشنیدم ازش فاصله گرفتم. بعد مثل این که زمین منو به خودش جذب می‌کنه، کجا داری میری مثلا انقدر دور شدی. من دیدم کل کره زمین تو این شبکه غرقه، نه فقط ایران، نه فقط تهران، ایران، نه فقط اروپا، آسیا، کل کره زمین مثل خونه‌های شطرنج تو هم تنیده شده و اینجوری ملأت ظلما و جور. احسن سیاهی‌ها با هم مرتبط، نورها با هم مرتبط و من نزدیک شدم به اون کره زمین و از دور دیدم کل این فیبرهای نورانی، کابل‌های نورانی که شهرها رو به هم وصل کرده، نفرات رو به هم وصل کرده، همه اینا وصل به 5 تا یا 6 تا نقطه خیلی نورانی تو کل کره زمین و من رفتم به سمت نورانی ترینشون جذب شدم، مثل اون منو کشید سمت خودش، منو کشید سمت خودش. کجا داری میری؟ اقدام بد نیست. رفتم سمتش، آروم اومدم بالا سر نقطه. اول فکر کردم مکه هست مثلا، میدونستم یه جای خیلی خوبیه ولی نمیدونستم کجاست، ولی این منو جذب کرد، برگردوند. یعنی میرفتم دیگه میرفتم ولی برگشتم، این منو برگردوند. رسیدم از بالا اومدم این نقطه نورانی که بود نورانی ترین نقطه بود کربلا، گنبد حضرت ابوالفضل رو دیدم، گنبد حضرت امام حسین رو دیدم، آروم مثل یه هلیشات آروم اومدم تو بین الحرمین، دیدم چه بوی، اصلا بوی دیوانه کننده ای میشه. یعنی اصلا هر چی بود شاز برد، هر چی دیده بودم، هر چی اون بوی اصلا دیگه اسمشو نمیخواستم بیارم، اصلا منو مست کرد اون بوی تو بین الحرمین و نوری که اونجا بود، نور مثل این که منو بردن تو نقطه جوش، دارم جوش کنم وسط خورشید.